وطندار ما اتحاد. از او برادر ما کدام چیز نمیگم، میفهمی چرا؟ هیچ سر از معلوم نیست که مسلمان است. همین چند ویدیوی از که دیدیم، هیچ باور کو یک مسلمان اینمت یک دم وجودش، دم شان شوکتش، دم جوهر ایمانش اینمت چیزا را یک مسلمان تو نمیبینی. دوم دیگه لایفایی را که برگزار میکنه استاد قیس محترم، یک شخصیت هست که به گفته دوستات تا جایی که ما خودمون دیدیم معلومات داریم، هزارها دانه انجینیر دکتر از زیر دست از آدم فارغ شد. هزارها دانه هموطن ما را بسیار با درجه عالی به می جامعه ما و شما تقدیم کرد. امروز آمده در پالی یک نفر خود گرفته منیس یک کسی که تو مایک باز کو، تو مایک بسته کو، تو مایک بگو، تو باز کو، که هیچ کاری نی. اونو اتحاد شیشته بیادر 4 دانه خلمو که در لایف بالا میکنه، ولگه کدام دانشمند بالا کده باشه، ولگه کدام آتیست را آورده باشه که برادر از یک اخلاق خوب برخوردار باشه یا از یک گفتار خوب برخوردار باشه. تمام روز پیغمبرتان تو و نعوذ بالله تو کد، پیغمبرتان تو کد، پیغمبرتان تو کد. اینو کلان آدم استادم شیشته برادر بسیار نازنین مچم ارجمند مچم کم است که بخیزه بیادر گل لبروی زرمات کنه آتیست یک رقم لپ جفش میگیره. و قربان چم و شخصیت بزرگوار تا چی وقت حالا برادر ما از تو چی قسم استفاده کنیم؟ خداوند برات علم داده، این 4 دانه که نفره که دو و دشنام و توهین لچکی میکنه یارا یک ذات بگذار، برو برنامه علمی تا برگزار کن که بیایم برادر از تو یک چیز یاد بگیریم که خداوند هم برای تجربه پاداش نصیب کنه، در علمتان برکت شوه، نامتان محبوب شوه، مشهور هم شوی برادر گل. کلگی کم ببینه بگه او والا استاد فلانی، کلگی برات قدر عزت کنه. تو آمدی برادر گل با این علمیت، با این شخصیت دپالی، یک آدم مشکوک شیشتی برادر گل، گاهی آتیسته میگی مایک بزن، گاهی او مسلمان میگی وای باز که تو جایگاهی تا دونی جا آوردی قرار دادی. خودم جگرخون نمیشه ما که این کارا را کنیم که یک آدم که نادان هستیم. خودت خو الحمدلله از یک شخصیت خوب برخوردار هستی. اگه میخواین راه و روش را که عالم ما تا جایی که میبینیم زیادترین مردم مثل این امید برادر امیری، خو ما یک گمان نمیکنم احساس چی بگویم، این برادرها حال یک راه و روش گرفتن که بیاین اینی موضوعات مطرح کنیم تا ما را مردم بیشتر او ولا امیری این تا گپ از الله امیری مرتد کافر شدی یک قوقا و برادر مردم ها درومش بده. بیاین که اینجا باز بین مسلمان و مرتدین برادر استاد قیس محترم لایو برگزار کرده. خب ما خود نام استاد قیس که بشنیم با احترامش حاضر کرده میریم اونجا که میریم دو دشتام چتیگویی و استاد قیس خودش مایک باز کو مایک بسته کو کل کار به در اتحاد پیش میبره، کی را بالا بیاره کی را بالا ببره. این 4 دانه برادر مسلمان ما و شما هم که دمو لایف ها میرن نفهمیدم باش که وایرال شیم جهان سبینه می کلمه رو مفصل بسیار سایکو برادر. راه ها و روش های بسیار دیگه است که ما میتونیم هم عزت کمایی کنیم، هم گفته اگان تا معروف شویم،